سلام دوستان، حالتون چطوره؟ آقا امروز آموزشمون درباره اینکه چطور از طریق پول آرگو وی پی ان وصل بشیم و همیشه وصل بمونیم. تا آخر ویدیو با من باشید ببینید که چه اتفاقی میفته. خب بچه‌ها، وارد آرگو وی پی ان میشیم. روی این سه خط بالا کلیک می‌کنیم، روی پول میزنیم. اینجا من یه پول فایل دارم، میخوام حذفش کنم. چگونه یک پول رو دریافت کنیم؟ هم از طریق وبسایت میتونید دریافت کنیم، هم از طریق بات تلگرام. هم درخواست از طریق بات تلگرام رو میزنم، خودش مستقیم وارد همون کانال تلگرام آرگو وی پی ان میشه. دریافت پول رو میزنیم. اینجا من میگه شما یه بریج فایل دارید، یعنی یه کد فایل دارید. هر وقت این کد غیر فعال شد، یه کد جدید بهتون میدیم. پس همین کد من دوباره کپی میکنم، اینجا وارد آرگو وی پی ان میشیم، اینجا پیستش میکنیم، ذخیره پول میزنیم، یه برگشت، اینجا می کلیک میکنیم، میگه از چه طریقی میخواین وصل بشین. من از شبکه پول انتخاب میکنم، وصل شدن رو میزنم، منتظر میمونیم تا وصل بشه. بله وصل شد. من الان میخوام یوتیوب رو امتحان کنم. هر موقع پولتون از کار افتاد دوباره از طریق تلگرام میتونید یه پول جدید دریافت کنید و همیشه آرگو وی پی ان رو فعال نگه دارید. امیدوارم تونسته باشم با این آموزش کمکتون کرده باشم. اگه دوست داشتید این ویدیو رو، این آموزش رو، پس لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید تا در آینده بتونم آموزش‌های خفن‌تر و بهتری رو در اختیار شما قرار بدم. تا یه ویدیوی دیگه